با سلام. خودروی MVM 315 خاموش کردن آچار بدون چراغ آچار بدون استفاده از دستگاه دیاک. همینطور که مشاهده میکنید چراغ آچار روشنه و هیچ چراغ دیگه‌ای در آن غیر از چراغ ترمز دستی روشن نیست. تو این قسمت ما آموزش خاموش کردن چراغ آچار بدون دستگاه دیاگو نشون میدیم. این چراغ برای سرویس روشن میشه و شما باید حتما سرویس‌های دوره تشریف ببرید نمایندگی انجام بدید، یا اگر تعمیرگاه یا آزاد تشریف میبرید انجام بدید تعویض شمع، فیلتر، تایم و روغن موتور. بعد میتونید به این روش دستی هم چراغ رو خاموش کنید. خب ماشین رو خاموش میکنید، هر دو دکمه روی صفحه کیلومتر رو با هم نگه میدارید، سویچ رو باز میکنید، صبر میکنید چراغ که خاموش شد ول میکنید و استارت میزنید. چراغ سرویس خاموش میشه و تا 10,000 تا دیگه روشن نمیشه. امیدوارم مفید واقع بشه. ممنون.